سخن آخرین برنامه امروز فوتبال ایتالیا را فراگیر است، ولی این نوبت گپ نه درباره سابق بازیگر سری آ بلکه اطراف استعداد فعلی این چمپیونات پرقدرت می رود. در یوونتوس اگر کارها همه به قول ویرانند و دسته عین حال به سرمربی ماند، ولی بازیگر ترکیه شان کنان ییلدیز به درجه بازی نشان میدهد که الکی همه خریداران احتمالی نزد ورزشگاه آلیانز استادیوم کمین گرفتند. نسبت کنان ییلدیز 20 ساله و زاده رگنسبورگ مسافرت باواریا الکی ابر دسته‌های چون رئال مادرید، بارسلونا، دسته‌های پرمیر لیگ انگلیا و خود باواریا توجه جدی دارند. بازیگر جوان منتخب ترکیه در صف یوونتوس چون نجات بخش اساسی تیم تورینی بوده، الکی این موسم در 12 بازی آمار 3 گل و 4 ارسال گلی دارد. یوونتوس هم عین حال سری تمدیدکنی شرطنامه با این بازیگر داوود داشته. اگر که گفت و شنیدها درست انجام نیابند، ما به زودی شاهد یک ترانسفر دیگری بزرگ در فوتبال اروپایی میشوند.